همیشه دلم میخواست از سرزمین ماه به سرزمین خورشید سفر کنم. سفری که 10,000 کیلومتر بود و باید از 2 دریا، 3 قله و 2 دره و دشت‌های فراخ میگذشتم. ولی ته دلم دائما یه چیزی میگفت نمیتونی. نه، نمیتونی. از پسش بر نمیای. و این فکر را سفر به سرزمین خورشید رو برای من کرده بود یه حسرت. از بقیه مسافرهای سرزمین خورشید شنیده بودم که این سرزمین دروازه‌ای داره و پشت این دروازه آدمایی هستن که بهشون میگن همراه. و این آدما مسافرها را همراهی میکنن تا مسافرها خودشون به تدریج آماده این سفر بشن و خودشون کوله بار سفرشون رو ببندن و راهی بشن. برام عجیب بود این چه جور همراهیه که مسافرها رو آماده این سفر میکنه. بالاخره تصمیم گرفتم و رفتم تا به پشت دروازه رسیدم. همراهمو انتخاب کردم، اونم منو پذیرفت. از حسرت به دل موندم براش گفتم، از ترسام، از صدای لعنتی درونم که میگه اگه نتونی چی؟ نرو. نه، نمیتونی. همراهم با همدلی و بدون قضاوت حرفامو گوش میکرد و ازم سوال میکرد. گاهی هم سکوت میکرد تا من بتونم در یک فضای امن و سیال فکر کنم. بعد از سوالاش به فکر فرو میرفتم و چیزایی رو پیدا میکردم که تا حالا بهش نرسیده بودم. گاهی چشمام پر از اشک میشد، گاهی قند تو دلم آب میشد. اون مثل یه آینه بود، یه آینه روبروی من، تا من خودم رو واضح تر ببینم. هر چقدر میگذشت من به خودم نزدیکتر میشدم. بعد از یه مدت پایان و گفتگوهامون متوجه شدم دیگه وقت رفتنه. حتی اگه دره و کوه و تاریکی سر راهم باشه. کولم رو اونجوری که نیازم بود بستم. بند کفشامو محکم کردم و پر از اشتیاق راهی سرزمین خورشید شدم.